در این قسمت به ریلیتیو کلاس ها باز من اشاره می کنم که خیلی خیلی مسئله مهمیه، به خصوص برای دانشجوی رشته زبان و نکته‌ایه که در تافل و آیلتس بسیار زیادی نکته میاد و خب این یکم پیشرفته است، فرق میکنه با دروس و آموزشایی که برای قسمت مبتدی داریم ما و این بارها هم بهش اشاره کردم، ولی خب واقعا دانشجو خیلی اهمیت نمیدن و یا زبان آموزا. ببینین ما دو نوع ریلیتیو کلاس داریم، یعنی همون هو و ویچ و هوم و اینا ما دو نوع داریم. یه نوعشو میتونیم از جمله حذف و کوتاه کنیم و کاما نیاز داره، اونی که میتونیم کاملا برش داریم که حالا کاملا توی یه وایس و ویدیوی دیگه توضیح میدم، بهش میگیم اکسترا اینفورمیشن که میتونیم کاملا اصلا برش داریم، یعنی قابل کوتاه شدن نیست، قابل برداشته شدنه به طور کامل، چون دوتا کاما بین دوتا کاما قرار گرفته. ولی یه مدل دیگه که میگیم کدام میز، اون میزی که، اون آقایی که، اون خانومی که، یعنی اگر ما اینو نگیم کدوم خانم کدوم آقا، اون مخاطب یا کسی که داره گوش میکنه متوجه نمیشه ما راجع به کی داریم صحبت میکنیم. من این رو یه بار به زبان انگلیسی توضیح دادم، این بار به زبان فارسی توضیح میدم. omitting relative clause اینجا منظورم shortening relative clause هست در واقع، که خود relative clause رو ما بتونیم حذف کنیم و چه قانونی داره و چند مدل داره و به چه صورت میتونیم کار رو ما انجام بدیم. ببینید اینجا که ما میگیم کدوم نفر، کدوم آدم، کدوم میز، کدوم صندلی، کدوم معلم، اینجا کامو اصلا نیازی نداریم. ببینید نامبر وان میگه the teacher who is there is my father، اون معلمی که اونجاست بابای منه. خب شما اینجا این قاعده یکشه، فرست مادرشه. وقتی که relative clause ضمیر موصولی با فعل to be همراه باشه، ما میتونیم میتونیم جفتش رو برداریم یا هیچ کدومش رو بر نداریم. یعنی هم بگیم the teacher who is there is my father، درسته، هم the teacher there is my father. خیلی تو تستای تافل یا حتی آیلتس اینا میاد که the teacher who there is my father، غلطه. the teacher is there بازم غلطه. حتما یا باید کاملا با خود هو بره، یعنی هو و فعل تو بی هر دو برداشته بشه، و یا هیچ کدوم نباید برداشته بشه. این یه قاعدشه که شما دیگه توی ترجمه ها بیشتر و یا تو تستا به این شکل ممکنه ببینید the teacher there is my father، دیگه خیلی این اکادمیک و به قول معروف اکادمیکه و توی ترجمه شما میگین همون نامبر تو رو میگین معلمی که هست اونجا هست پدر من، یعنی متوجه میشین که اینجا هو بوده که هست شد. مدل دومش هو و یا ویچ به یه فعل اصلی میرسه، مثلا مثل opens. میبینی the man who opens the store is my father، اون آقایی که مغازه رو باز میکنه بابای منه، حالا هر روز میاد مغازه رو باز میکنه. خب وقتی که به یه فعل اصلی میرسه هو رو بر میتونیم بداریم، اون relative clause رو یا ضمیر موصولی رو، و فعل اصلی ing میگیره، یعنی میشه the man opening the store is my father. حالا به چه دردی میخوره این؟ به این درد میخوره که خیلی تو تستا خیلی سوال از این قسمت relative clause میاد، چون جای سوال داره. نکته که جای سوال داره و میخوان ببینن میتونین، یعنی underline میکنن و شما باید بدونین که درستش و یا غلطش کدومه. پس یا در ترجمه ها بچه های زبان تو ترجمه ها دیگه به این شکل میبینن، به شکل نامبر 4 the man opening the store is my father، و تو ترجمه میگن یعنی میدونن که مدل 3 بوده، اون مردی که باز میکنه مغازه رو پدر من. پس اینم نامبر توشه، اینا اکسترا اینفورمیشن نیست، اینا دیفاینینگه، یعنی داره تعریف میکنه کدام معلم کدام مرد و به این شکل و وجودش ضروریه.
و مدل سومش اینه که بعد از relative clause شما به یه subject میرسین. the man whom، حالا شایدم گاهی who you met، چون دیگه خیلی هوم برای ما کارایی نداره، هو هم به نظر من میتونه باشه the man who، یا اینجا میگه چون مفعولیه هوم آورده به جای هو. the man whom you met یعنی در واقع میگه you تو فاعل هستی، اون مرد مفعوله. the man whom، حالا اگر بازی موقع دیدین who you met، اون مردی که شما ملاقات کردین is my father، پدر منه. اینجا چون relative clause به subject رسیده فقط شما مجاز هستین که اون whom بردارین. یعنی شما توی ترجمه ها میبینین the man you met is my father، یعنی مردی که دوباره در ترجمه اون whom تو ترجمهش میگین، مردی که نمیتونین اون که رو نگین تو ترجمه، مردی که شما ملاقات کردی پدر منه. این نکته بسیار مهمه و واقعا ازتون میخوام که چیزایی رو که کلیپایی رو که مهمه برام لایک کنین و کامنت بذارین. از کامنت های شما من استفاده کنم به این نیت که با این هدف که بتونم اینها رو امپروف کنم و بهتر و بهترش کنم. موفق باشید.